این مقدار دستی بهم بدی؟ دستی چیه؟ با خودمون رو نزن، پولو میگم دیگه. والا من نمیفهمم این پول چند تا اسم داره. پول دیگه. نه خیر، تو مدرسه و دانشگاه بهش میگن شهریه، موقع ازدواج بهش میگن مهریه، موقع طلاق بهش میگن نفقه، به راننده تاکسی میدی میشه کرایه، به خلاف رانندگیت میدی میشه جریمه، به خانواده مرحوم میدن میشه دیه، دولت بهت میده میشه یارانه، به اضافه کار کارمندان میگن کارانه، به صاحبخونه‌ات میدی میشه اجاره، به عنوان پیش پرداخت میدی میشه بیعانه، به مدیر ساختمان میدی میشه شارژ، به بانک میدی میشه سپرده، بانک بهت میده میشه وام، هزینه وامتو میدی میشه نرخ سپرده، بعد تو به دولت میدی میشه مالیات، به کارمندان میدن میشه حقوق، به کارگران میدن میشه دستمزد، به بازنشسته ها میدن میشه مستمری، به یه کارمند یواشکی میدی میشه زیرمیزی، به مطب دکتر میدی میشه ویزیت، به کسی امانت میدی میشه قرض، وقتی نداریش میشه دیوونم میکنی.